100% گل نتونسته ایجاد کنه پرسپولیس. سرگیف پشت محوطه جریمه، باز هم بازیکنان تیم پرسپولیس. توپ به بیرون میره. از سمت راست باید پرتاب رو گرا انجام بده. پورعلی گنجی همچنان بازیکن‌های پرسپولیس توپ را بین خودشون رد و بدل میکنن. باز هم پورعلی گنجی داخل زمین ملوان هستند. آغاز یک حمله مجدد خداوندلو. موقعیت خوبی هست برای پرسپولیسی ها. یه موقعیت برای شوت زنی که راه به جایی نمیبرند و توپ روی پای بازیکن هدف نمیگیره. موقعیت برای قرمز پوشان پرسپولیس هست. به نظرم خطا شد. خطا رو داور مسابقه آقای کوپال ناظمی میگیره. با وجودی که بازی بدون تماشاچی انجام میشه، اما جا داره از زحمات نیروهای زحمتکش یگان ویژه که برای نظم و تلاش مثال زدنی و امنیت مسابقه تلاش فوق‌العاده‌ای داشتند صمیمانه تشکر کنیم. مجدد ضربه کاشته برای بازیکنان پرسپولیس هست. از منطقه چپ باید توپ را ارسال بکنند. به دقیقه 80 نزدیک میشیم و با تمام تلاشی که دو تیم داشتند همون نتیجه 1-0 همچنان ادامه داره به سود ملوان بندر انزلی. ملوان 1 پرسپولیس 0. روی دروازه طیبی توپ رو طیبی پور دور میکنه. میلاد سرلک سانت به داخل محوطه. سرگیف اونجا حاضر هست اما نتیجه‌ای نداره. کوپال ناظمی خطا به سود پرسپولیس. این یکی دیگه خیلی خطرناکه چون روی خط راست پشت محوطه جریمه است. اینجا خطا شد. داور سوت زد. نظر داور هست و خطا رو اعلام کرد. نمیدونم امکانش هست بچه‌های اتاق فرمان یه بار دیگه بدن این صحنه رو. مازیار زاره سرمربی آها صحنه رو ببینیم. اینجا اینو خطا گرفت داور. به هر حال نظر آقای کوپال ناظمی هست. مازیار زاره به جای خودش برمیگرده و شاید تو فکره که این ضربه کاشته چه خواهد شد. نمیدونم خطا بود، نمیدونم دقیقا. نظر داور هست. صحنه خطرناکی ایجاد شده. ببینیم که با این توپ چه کار میکنه پرسپولیس. فوق‌العاده ضربه کاشته خطرناکی خواهد بود. من هم از شما منتظر هستم. کاظمیان پشت توپه. دیوار دفاعی ملوان بسته شده. این توپ رو چگونه خواهد زد؟ ضربه رو مستقیم میزنه به دیوار، میگیره برمیگرده، نتیجه‌ای نداره. ابرقویی روی توپ اثر میذاره. مجدد بازیکنان پرسپولیس هن که فشار میارن. علیپور از نوک جدا میشه، به چپ میره، بازی میسازه و میلاد سرلک که پشت محوطه افتاده و به همین دلیل بازی رو قطع میکنه داور مسابقه. دکتر سیاد میاد، پزشک تیم ملوان، که بالا سر بازیکن آسیب دیده باشه. بازی به همین دلیل متوقفه. 80 و حدود نزدیک به 83 دقیقه از بازی رو سپری میکنیم. یه برگ دیگه به خاطرات بازی‌های ملوان پرسپولیس داره اضافه میشه. این صحنه رو ببینید، ضربه کاشته‌ای که کاظمیان زد و نتیجه‌اً ضربه بازیکن پرسپولیس رو
همچنان مشغول مداوای بازیکن آسیب دیده ملوان هستند. شماره 8 ملوان ها از جای خودش بلند میشه. غلامرضا ثابت تیمانی بازیکنی که نیمه دوم اومد. عثمان قدم میزنه، تیمش یه گل عقب هست. حتما راضی نیست از این نتیجه. بین طرفین باید بندازه. داور مسابقه پرسپولیسیا ثابت توپ. حالا زمان زیادی هم ندارند، یه چیزی کمتر از 7 دقیقه. البته تو فوتبال تا ثانیه آخرش حسابه. ملوان خیلی هوشیارانه بازی دو تیم میافته. سال 69 یادش بخیر، بازی که کاپیتان قایقران اینجا 2 تا زده بود و خیلی از بازی های دیگه از دهه 50 تا امروز بین پرسپولیس و ملوان. به هر حال امروز هم یه برگی هست به تاریخچه این بازی ها. پرسپولیس از چپ، زمان به ضرر این تیم رو به جلو داره حرکت میکنه. کورنر شکل میگیره به سود تیم پرسپولیس تهران. طیب پور داخل دروازه تیم ملوان نکاتی رو به بازیکنان خودش میگه. تیر اول رو میبندن. یارگیری داخل محوطه جریمه. طیب پور مجدد کورنر به کورنر. دوباره کورنر برای تیم فوتبال ملوان. تیم پرسپولیس رو دروازه ملوان. این سرگیفه که کنار علیپور واسطه و منتظر دریافت توپ هستن. تو محوطه جریمه ارسال میشه. باز هم دفاع هوشیار ملوان دور میکنه. خداوندلو به چپ، سانتر کوتاه پشت محوطه. سرلک خیلی فشرده در دفاع بازی میکنه ملوان. اجازه نفس کشیدن رو در موقع حمله به بازیکنان پرسپولیس نمیدن. 86 دقیقه از بازی رو 1-0 به سود ملوان سپری کردیم. با این نتیجه تراکتور همچنان در صدر جدول بازی‌های لیگ باقی میمونه. سرلک، پورعلی گنجی. سرلک جلو کشیده، توپ خارج از زمین میره، از محدوده زمین خارج میشه. غلامرضا ثابت تیمانی درازکش توپ را از خط طولی سمت راست به بیرون میفرسته. پرتاب برای بازیکنان پرسپولیس هست. حالا تو محوطه جریمه یه موقعیت عالی برای پرسپولیس، میره که دروازه ملوان تهدید بشه و این چنین میشه و پرسپولیسی ها این بار هم ناکام میمونن. این بار هم ناکام میمونه پرسپولیس، نتیجه ای نداره. خطر از بیخ گوش ملوان رد میشه. در یه قدمی دروازه تو 2 موقعیت پی در پی نمیتونن کاری رو انجام بدن. نه علیپور تونست از موقعیت استفاده بکنه. توپ اول رو ببینید، اینجا یه فرصت خوب، یه پاس عالی علیپور زد، افسرده خوب گرفت و توپ دومی که میره به سینه آسمون و نتیجه ای نداره. افسرده همین بازیکن شماره 4 توپ اول رو گرفت و لبخند بر لبش هست. توپ بلند طیبی پور، یکی از مهمترین خطرات پرسپولیس تهران بود که بی نتیجه میمونه و ملوان با شایستگی دفاع کرد و همچنان از تک گل خودش داره محافظت میکنه. حدود 88 دقیقه از بازی رو سپری میکنیم. دانیل گرا، کاظمیان، پورعلی گنجی. سرلک به پورعلی گنجی پاس میده. محمودی، خداوندلو. عثمان انقدر اطمینان داشت به این محمودی که بازیکن‌های اسم و رسمدار رو بیرون کشید اما او رو در ترکیب نگه داشت. صادقی دور میکنه، توپ بلندی که میره به زمین پرسپولیس. حالا سلمانی توپ رو تصاحب میکنه، لب خط نگه میدارند. قائم اسلامی خواه، تیمی که یه گل جلوه، این روش معقولیه و توپ رو در جناحه نگاه میدارند. ثابت تیمانی، سلمانی، قائم اسلامی خواه.
به سمت راست میبرن. معامله گری از پرسپولیس هم اونجا حضور داره. توپ به بیرون میره. 6 دقیقه وقت اضافی محاسبه خواهد شد، یعنی این بازی 96 دقیقه ادامه خواهد داشت. من هم زمان سنج رو 0 میکنم و از این لحظه 6 دقیقه مهمون شما خواهیم بود. پرسپولیس برای جبران گل 6 دقیقه و ملوان برای پیروز شدن یا احتمالاً اضافه کردن به تعداد گل‌های خودش 6 دقیقه فرصت خواهد داشت. توپ در اختیار بازیکنان پرسپولیسه. مالکیت توپشون در نیمه دوم خوب بوده، اما نتونستن گل خورده رو جبران بکنند بازیکنان پرسپولیس. حالا حمله از بازیکنان ملوان شکل میگیره. سمت راست زمین خورد بازیکن پا به توپ پاپی، اما داور بازی رو ادامه میده. علیپور گرا در صد بازیکن ملوان اسیر میشه. دانیل گرا تو بر میگرده. پورعلی گنجی با ضربه سر به دروازه‌بان پیام نیازمند. حدود 1 دقیقه و 15 ثانیه از وقت اضافه رو پشت سر گذاشتیم. 6 دقیقه وقت اضافه خواهد بود. همچنان ملوان 1 گل جلو هست. پرسپولیس تا اینجا بازی رو باخته. حالا حمله از بازیکنان ملوان. خداوندلو جانفشانی میکنه و توپ رو تکل میزنه، به دروازه‌بان میسپاره. پرسپولیس ها کار رو راه میندازن. معامله گری. توپ از محدوده زمین به بیرون رفت. کوپال ناظمی میگه که سریع توپ رو پرتاب بکنن. صحنه رو ببینید اینجا. برخورد بازیکن‌های دو تیم بود. محمودی بود با 20 ملوان ها. اینا صحنه هایی هست که میتونه سوژه تحلیل داوری باشه برای